امشب من نمیدانم کدام روزه بخوانم. عزیز دل ما روزه جانسوز پیغمبر را زمزمه کرد. برادران عزیز شنید 3 مرتبه در کوبیده شد. مرتبه اول گفت میخوام بابایت رسول الله را ملاقات کنم، برگرد بابایم ممنوع الملاقات. مرتبه دوم در کوبیده شد، مگر نگفتم بابایم مریضه. مرتبه سوم پیامبر رحمت الله للعالمین اشاره میکند نور دیده بابا. میدانی کوبنده در کیه؟ نه بابا، برو اجازه بده آخر اسرائیل. بابا پشرا وارد خانه نمیشه یا رسول الله. دخترم زهرا اسرائیل بدون اجازه فاطمه وارد خانه فاطمه نمیشه. ولی یک جمله میگم یا رسول الله، اینجا اسرائیل بدون اجازه فاطمه وارد خانه فاطمه نمیشد. امام زمان ارباب شد، اما ملونان زمان آنقدر ایزم آوردن، آنچنان لگد به در زد، آنچنان سر به لگد از نفس انداخت مرا که غم آغوش غم مرگ پسر ساخت مرا. ولی یک جمله میگم عزیز من، شنیده از زبان سید بزرگوار همه دور و بره به سر پیامبر رحمت للعالمین نشستن. امام حسن و امام حسین روی سینه جدش پیغمبر نشستن. امیرالمومنین میخواد بچه ها را بردارد. علی جان بگذار حسن حسینم را، میخوام آرام جان بدم. وای 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 یا رسول الله، خودت سفارش کردی هر میتی که میخواد جان بدهد حتی سینه‌اش را باز کنید، پیراهنش را باز کنید، سنگینی میکند شب جمعه روزه. اما قربان اون بدنی که ملعون زمان